سلام علیکم، بفرما. سلام آقا. عزت جان، صحبت کن برادرم. آقای اللهیاری خسته نباشه، قربانتون قبول باشه. سلامت باشی بزرگوار. من محمد هستم از بندر عباس تماس میگیرم آقا. بله. چند سری هم من نشستم پای این مثلا تلویزیون گوش کردم به حرفاتون. بله. ولی مراجع تقلید رو شما اصلا قبول نداریم. میخواد ببینم مولوی شما کیه آقا؟ که مؤسسات من آیت الله سیستانی بوده. بله بله. مراجع تقلید من. خدا بخواست ببینم مولوی شما کیه که من آقای سیستانی برادر بزرگوار من، درسش با دجالی تقریبا در امور یکیه. بله. بله. آره. خداحافظ شما. سلام علیکم، بفرمایید. آقای سیستانی دوستان عزیز بیننده، یک و بیت ایشان سیاستی رو پیش گرفته. این سیاست ایشان فقط یک سیاستیه که از یک جانب شیعیان فریب بخورن که اینها اهل سیاست نیستن، اینها اهل مداخله در سیاست نیستن و اینها دولت ایران را، شیعیانی که مخالف دولت ایران هستن فریب بخورن که اینها مخالف دولت ایران هستن، شیعیانی که طرفدار دولت ایرانن اونها فریب بخورن که اینها طرفدار دولت ایرانن. لذا اینها در این مسائل هیچ صحبت نکنن. اما در عمل تمام همکاری های 100% با حکومت ایران اینا دارن، همکاری های 100%. حتی پول خمس که به آقای سیستانی میرسد و یک مقدار بزرگش را، سلطش را، این شهرستانی از ایشان شنیده شده که سلطش را به خامنه‌ای میده، 1/3 به خامنه‌ای میده. خب این یعنی 100% در مقام عمل در اختیار اونها بودنه. لذا این یک سیاست فریبکارانه و یک سیاست منافقانه می باشد بلا شک و بلا ریب. و آقای سیستانی ولی اینقدر ضعیف نیست تو لازم باشه تقیه بکنه در برابر خامنه‌ای. و ایشون نفوذ خیلی زیاد داره در ایران و در عراق و در غیر آنها و او میتواند در برابر بدعت‌های خامنه‌ای بدون اینکه جوی ایجاد بکنند، بدون اینکه تشنج ایجاد بکنند ولا رویت، ولی کلام حقی بگوید اما کاملا ساکته. لذا بینندگان محترم، آقای سیستانی را ما مدت زیادی با امید این که ایشان عادل باشند و ایشان مواقف ایشان درست باشد در برای ایشان صحبت نمی کردیم. اما ما دیگر متوجه شدیم که آقای سیستانی نه، برای او ایشان و دامادهای ایشان آن چیزی که مطرح هست منفعتهای خود اونها و مصلحت خود اونها است، نه اینکه مصلحت شیعه در چه چیزیه و منفعت شیعه در چه چیزیه و رضای خدا در چه چیزیه. نه، اونا اصلا مطرح نیست. آن چیزی که مهمه منفعت خود اونها فعلا در اینه تشان با نظام دجالی باشه و اینها کاملا یکی هم کاسه و هم پیاله هستن. خود آقای سیستانی حالا شاید در دل خودش با خامنه‌ای راضی نباشد، اما در مقام عمل اینها یکی هستند. در مقام عمل اینها یکی هستند و اینها خامنه‌ای ایران را به طرف نابودی بر لبه پرتگاه رسانده و معلوم نیست که کی این سقوط صورت بپذیره و ایران یک سوریه دیگر بشود. و همواره خامنه‌ای سیستانی نه تنها سقوط کرده بلکه همیاری کرده. لذا در این جرایم با او شریکه، درست حمایت لسانی نکرده، اما این حمایت لسانی نکردن بله این توجیه نمیکنه همکاری های خیلی زیاد با خامنه‌ای در مقام عمل را. و همچنین این سکوت در بیان از جانب دیگر چرا از انتقاد سکوت کرده؟ این همه بدعت میبیند، این همه ظلم میبیند، احکام شرعی را حداقل باید بیان بکند. خب بینندگان عزیز، شما دیگر اینقدر ما خر نیستیم. ما درسته ما 20 سال گولیم جماعت سیستانی را خوردیم، 20 سال گول اینا را خوردیم که شاید اینا تقیه میکنن. نه دیگر تقیه نیست. اینها همکاری کامل، همکاری واضح و روشن با جماعت خامنه‌ای در عمل. در زبان مثلا سکوت اختیار کردن اونم یک مکری بیش نیست، یک فریبی بیش نیست. این از یک جانب. از جانب دیگر اون کسی که واقعا مرجعیت در دست او هست جواد شهرستانی که از افسق فساق بله و میلیاردها، نه میلیونها، میلیاردها دلار پول خمس را او بله در راه جماعت خامنه‌ای و جماعت دجالیه و اون جاهایی که اینا اجازه بدن اونجا صرف میکنه.
و اصلا هر کسی برد مداحی او را بکنه، نوکری او را بکنه، چاپلوسی او را بکنه، او را الا ماشاءالله بالا میبره. لذا بینندگان محترم، یکی از مصائب ما و شما همین مرجعیت آقای سیستانی. هذه الأصوات التي تصدر من بعض الفضائيات سواء كان من هذا الطرف أو من ذاك الطرف، حينما تستفز مشاعر أصحاب مذهب آخر، حينما تتعرض إلى الرموز المقدسة لأصحاب أي مذهب بالسوء والسب والشتم، هل هؤلاء يعملون بوصايا الإمام الصادق عليه السلام ويقولون نحن ندافع عن مذهب أهل البيت؟ كلا، هؤلاء مراء من أهل البيت، وأهل البيت مراء منهم. لذلك الذي يريد أن يتبع وصايا الإمام الصادق عليه السلام عليه أن يبتعد عن مثل هذه الأصوات ولا يستمع إليها ولا يدعمها بأي دعم كان، سواء كان معنويا أو ماليا، لأن هذه الأصوات بعيدة كل البعد عن وصايا أهل البيت، فإنها لا تثير إلا التناحر والعداوة والبغضاء، بل ربما أحيانا سفك دماء لبعض أتباع أهل البيت بسبب هذه الأصوات. لذلك علينا أن ندقق فيما أمر وأوصى به أهل البيت عليه السلام، وخصوصا الإمام الصادق عليه السلام، حتى يمكن أن يقول عنا الإمام أنت جعفري حقا، وأنت شيعي حقا، وأنت من موالينا حقا، وإلا تكن كاذبا في هذا الانتساب والولاء، ونكسر هذا الانتماء بما له من ثمار في الدنيا والآخرة. نسأل الله تعالى أن يوفقنا، أن يعيننا، أن يسددنا، أن نسير على النهج الحق لصادق أهل البيت عليه السلام. أمام مكاتب الحبيب فضائية عليه من عايشة على الصدقات، كل شهر لازم يطلع هو وجماعته يجدون، ونعطيهم فلوس، وبفلوسه شو يسوون؟ يسبون بمراجعنا ويسبون بعلمائنا. طيب أنت تنطي أرعن، وهذا الرجل قال يحط الأوراق من باب حكى عن عائشة وبعد سوى ما خلى واحد من علمائنا لا ما في شيخه. ولذلك ترى السيد السيستاني طلع بفتوى، قد البعض ما سامحها، قال هذا صوت نشاز يجب أن يسكت. سمعتوها ولا ما سمعتوها؟ لا، قال صوت نشاز يجب أن يسكت، ما نسمع، ما نتابع احنا. طيب المرجع الأعلى في العالم الشيعي يقول هذا الصوت نشاز، وكو ناس تتبرع له، دولة طناطة متناطة. تعتقد ياسر الحبيب عنده جماهيرية؟ ترى قاعدين له 4 5 بس، ولذلك عمره ما دار الكاميرا عليهم. اكو حالات خرق عني، قول الغربيين ملاعين اجوا للشيعة من الخارج ما قدروا لنا، قال لك اسوي وياهم مشاكل داخلية، ناس تكفر ناس وناس تسب ناس. ياسر الحبيب من جهة وطلع لك الياري، ترى الياري مرات اخطر من الحبيب. لو تتابعون مرات عنده برنامج باللغة مو العربية يحكي حكي على علمائنا يوصل للشرف، للشرف والله للشرف، يتهم بعض المراجع باللواط. من وراك انت قل لي من نعرفك انت؟ فجأة طلعت. وهم جماعة هنا مسوي لها مكاتب ويجمعوا لها المساكين يعطونه. واحد يسبب علماءنا، شلون تعطون انتم؟ واحد يسبب ذرية رسول الله، ايش بيكم؟ وليش قاعد بامريكا انت؟ وليش قاعد بلندن انت؟ ها؟ يعني معقولة هسه الكويت بكل ثقلها وبريطانيا ما تقدر تجيب ياسر الحبيب؟ لا عمي، بريطانيا مستفادة من عنده.